یه جزیره داشته زیر آب میرفته و یه جواد نامی میخواسته اون رو تخلیه کنه. جواد یه قایق داشته که تو هر لحظه فقط میتونسته خودش و یه چیز دیگه رو داخلش قرار بده و به جزیره دوم که امنه ببره. یعنی قایق تو هر لحظه میتونسته وزن 2 تا چیز رو تحمل کنه. جواد میخواسته که خودش، یه گرگ، یه گربه و یه سینی پنیر رو از جزیره خارج کنه و به جزیره دوم ببره. حالا شرایطی که جواد ازش باخبره اینه: اگه بخواد گرگ رو اول ببره، وقتی برمیگرده میبینه که گربه همه پنیرها رو خورده. اگه بخواد اول پنیرها رو با خودش ببره، وقتی برمیگرده میبینه گرگ گربه رو خورده. حالا شما بگید جواد چجوری میتونه گرگ، گربه و پنیرها رو بدون اینکه اتفاقی واسهشون بیفته به جزیره دوم ببره؟ 20 ثانیه دیگه جواب داخل همین ویدیو گفته میشه، ولی اگه وقت بیشتری خواستید ویدیو رو استاپ کنید تا وقت بیشتری داشته باشید. یادتون نره که حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید تا برگردیم و جواب رو پیدا کنیم. خب امیدوارم که جواب رو پیدا کرده باشید. راه حل اینه: جواد تو مرحله اول باید گربه رو به جزیره دوم ببره، بعد برگرده و با خودش پنیر رو برداره و به جزیره دوم ببره. حالا موقع برگشتن به جزیره اول باید گربه رو با خودش به جزیره اول برگردونه. وقتی به جزیره اول رسید گربه رو اونجا میذاره و گرگ رو با خودش به جزیره دوم میبره و دست آخر برمیگرده و گربه رو از جزیره اول برمیداره به جزیره دوم میبره. لطفا تو کامنت بگید که تونستید این معما رو حل کنید یا نه.